خب امروز تعویض گلدون پتوس چوبدار یا چماقی برگ پهن رو داریم. گل رو مشاهده میکنید. گلدون انتخاب شده هم ایشون هستن. کف گلدون هم میبینید که سوراخ کردیم. آماده. خب میریم مجدد با یه ضربه گل از گلدون خارج میکنیم، میذاریم داخل گلدون سفالی و شروع میکنیم به ریختن خاکبرگ دور گلدون. 2 تا 3 تا یه تکون میدیم که خاک جابجا بشه، قشنگ سر جاش قرار بگیره. یه سلام علیکم میکنیم با دوستانی که تشریف میارن. خب حالا تکون میدیم، قشنگ فشار میدیم دور گلدون و خاک همونجا پرشه. روی گلدون مقداری ماسه و پلیت برای زیبایی و عدم وجود پشه، یعنی برای اینکه پشه نکنه پلیت و ماسه میریسیم. خب حالا بریم یه آبیاری و یه تمیزکاری کنیم و کارمون تموم بشه. به 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 به. اینم اتمام کار تقدیم همه شما دوستان عزیز.